ساعت 12 نیمه شب بود. داشتم از مهمونی دوستم برمیگشتم. جاده تاریک و خلوت بود و چند تا تیر چراغ برق اونجا رو روشن میکرد. آروم آروم داشتم به سمت خونه میرفتم که ناگهان صدای قدم هایی رو از پشت سرم شنیدم. هرچقدر من تندتر راه میرفتم صدای قدم ها هم تندتر میشد تا اینکه از ترس شروع کردم به دویدن. سراسیمه در خونه رسیدم و در رو باز کردم و فرار کردم توی خونه و محکم در رو بستم. شروع کردم به نفس زدن. کمی که نفسم بالا اومد یه صدای عجیب توی سرم گفت چرا دویدی؟ تازه داشتم بهت میرسیدم. صدا از طرف آینه بود. به آرومی برگشتم و با وحشتناکترین صحنه عمرم مواجه شدم. دیدم یه موجود ترسناک و پشمالو و سیاه با دهنی گشاد و دندونای تیز توی آینه ایستاده و به من لبخند میزنه.